Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. بالاخره ما مود وریتی رو اینجا داریم و امروز قرار تستش کنیم ببینیم این چه مود سمیه. این مود جدیدن وایرال شده و خیلی ازش ویدیو ساختن، گفتم ما هم بسازیم. سر پیدا کردن مود اصلیش و درست کردنش و اینکه چجوری با میکروفون باش صحبت کنم پاره شدم. ولی خب ما مورد جدید میزنیم، اسمش رو میذاریم وریتی مساویه گا و چیت هم روشن میکنیم برای موقع ضروری. خب این وریتی اینجاست. سلام. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. اوکی الان یه تستی ازش میگیریم. چه مپ خوبی هم برای سرور بسپان کرد. تست ازش میگیریم. به که کار میکنه. خودش یه تست میگیریم. Hi Verity. Hello. How can I help you with Minecraft today? اوکی میبینین که صداش نریدری طوره، به خاطر اینی که همین نریدرم به زور من تونستم بیارم، سرش پاره شد. اوکی میکروفون کار میکنه. حالا من نمیخوام بخورم فشار بیارم چند تا چوب بزنم. بهش میگم که بهم 3 استک چوب بده. Verity please give me 3 stacks of planks. Verity please give me 3 stacks of planks. Okay, dot. All 3 stacks of oak planks have been dropped successfully for you. Okay, dot. 3 تا دیگه هم داد. All 3 stacks of oak planks have been dropped for you successfully. اوکی مثل اینکه من ازش 2 بار پرسیدم بهم بده و این جمله جالبی نگفتم. The sun's bright over the plains. What are you working on today? اوکی الان ما قشنگ چوبای مورد نظر داریم و اینکه خودمون فشار بیاریم. میخوام ازش بپرسم ویلیج کجاست. Verity, can you tell me where's the village? The nearest village is around x equals 400, y, z equals 304. ایول گفته x و zش رو بهمون گفته. ما الان x مون 27 y مون خیلی دوره. بعد تو داره میگه این نزدیکترین ویلیجه. اشی واقعا نمیصرفه ما خواهیم تا اونجا بریم. بذار ازش یه چیزی بپرسم. Please give me 2 stacks of iron. گرفت yes. 2 استک آهن داد. 2 stacks of iron for you. Enjoy. 2 استک آهن The sun's shining bright over the hills. What's your favorite spot to explore today? فقط بعد یه ویلیج پیدا کنیم. نه سب کنم برم بالا ببینم اون ویلیجه گفته بود اساسش چیه. اوکی گفته بود x 400 z 304. حاجی جدی ویلیج اونجاست. جدی راست میگو. بذار ببینم. جدی راست میگو ویلیج اونجاست. بچه همینجا وایسا. چه ویلیج رو هواست. Verity, is that a bug or no? Nope. That's just how I work. Nothing's broken. خب مشت این ویلیج رو هواه. خب آقا یه لحظه صبر کنید. چرا انقدر اینجا تاریک داره میشه؟ چرا انقدر شبش تاریکه؟ بذار سوال ازش بپرسم اینم میتونه تو ساختن بیس بهم کمک کنه. Verity, can you help me to make a base? Sure. Start with a flat area, build a simple stone foundation, then add walls, a roof, and secure doors with iron blocks. The shadows feel deeper than usual today. Have you heard any strange noises nearby? ایول میگه تو سایه ها نمیم چی کردن و آیا تو صدایی میشنوی؟ No, I don't hear anything. The light level is at a bright 15, so you're perfectly illuminated.
من در مورد چی حرف میزنی؟ من میگم هیچی نمیشم بعد تو میگی نور لول نور 15 تاست. بس ازش بپرسم که اینجا برای ساخت بیس خوبه. Verity, do you think here is good for make a base? The area seems safe enough, but the silence feels uneasy still. It could work for a base. به من میزنم اینجا یه دونه بیس میزنم. بذار بهش بگم بهم سنگ بده سنگ. Verity, can you give me 3 stacks of cobblestones? 3 stacks of cobblestone have been dropped at your location. اوکی مرسی. یه دونه بیس بزنیم. بزنیمش اینجا. Verity, are you creepy or no? You are old school. سوال خیلی خوبیه. Perhaps a bit of both. I keep an eye on everything. ول میگی من ممکنه دوتاش باشم. یعنی تو اسکولی؟ نه بابا فنس وایس آقا وایس فنس یادم رفت چی میسازن. ناش ببین فکر نکنم بتونه از اون مراقبت کنه چون اون بیاد در سرویسی ما اصلا. میدونید چی میگم؟ فنس 2 رو چی باید بسازم؟ ایول همونه فقط برعکس. عالی. اوکی دوباره داره شب میشه. Good morning Verity. Verity, are you okay? Something is coming in 3 days. I'm okay, I guess. وای شروع شد. The world shivers like a broken record. Do you feel the unease too? وای من داره روانی میشه. You're so creepy and your fucking face. Something is coming in 3 days. I didn't mean to scare you. ایول آره حتما تو اصلا نمیخوام. میدونم الان قیافت اصلا ترسناک نیست خب. قیافت دیگه. You say that something is coming for 3 days. Okay. Our base is good for him or no? He can come and kill us. You could have. What? Verity, is our base safe or no? Something is coming in 3 days. You could have. وای دوباره میگه ممکن. اصلا وقت نداریم بس سریع درستش کنیم. ببین اینجا وای میسی تا من کارم انجام بدم اون قیافت. Can I kill that something? ازش پرسیدم من میتونم اونو بکشم یا نه. Something is coming in 3 days. The shadows seem deeper today. Have you heard any strange noises? Something is coming in 3 days. You could have. اول باز گفت ممکنه. خب ببینش داره شب میشه بچه ها. داره شب میشه. موهای من سیخ شد همینجوری رندوم. داره شب میشه. من بعد وای اصلا وقت نداریم. Verity همینجا وایسا. وای گن زدیم بچه ها. Verity وای شب شد. Verity بیا خب اینجا وایسا. بخواب ایشالله فردا. What the fuck. وای بچه دیدینش؟ بالا هنوز وایساده بچه. The fuck? Verity, is that a bug or no? That something is bug. No, it's not a bug, just my twisted sense of humor at work. The sky looks unnaturally crimson, and the air feels heavy. Do you sense the impending darkness? میتونم بکشمت Verity؟ داجی دارم اینو میکشم. I can kill that something Verity. Fuck you. Your fury is noted, but the something will not be swayed by your threats.
Thank you. حاجی کشتمش حاجی. واقعا مرد و دیگه اتفاق دیگه قرار نیست بیفته به نظر من. دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یعنی چیه؟ مرد تموم شد، جدی واقعا تموم شد؟ کلش همین بود؟ تو داری میگی همین؟ مرد جدی؟ حالش خوب شد، تموم شد آجی. مودو تموم کردیم بچه. و اینکه واقعا ثابت شه مود واقعی بود و چرت نبود، من اینجا می‌نویسم اشلش سومون وریتی دمونو اسپان کنیم. بیا ببینید الان اون گوشه وایستاده. خب من نگاش کنم میاد تو صورت. ببین بعد این میاد منو میکشه و چرت و پرتا. و منو بند میکنه. بچه‌ها ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. این ویدیو رو وریتی رو تست کردیم، وریتی اصلی و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حالا بهتون میگم اسم این وریتی چیه که شما هم بتونید دانلودش کنید. اسمش وریتی جی ایه. شما میتونید از توی کراسفورد دانلودش کنید و بازیش کنید. ببینید آره دیگه اینجوریه، فقط یه سری دردسر داره که شما نیاز دارید که حتما تو سیستمتون یه فیلتر شکنی باشه حتما. آره باید باشه که شما بتونید تو اون سایت ثبت نام کنید. یه آی پی ازتون میخواد. شما باید برید اینجا تو وریتی فوش کافینگ رو بزنید توی ای آی سی تی این ای پی آی کیشو اینجا کپی کنید، یعنی مثلا پیست کنید. خب تا پیستش نکنید متاسفانه جوابتون نمیده و شما من الان فیلتر شکن زدم اومدم تو ورد، چون اگه فیلتر شکن نزنم وریتی جوابمو نمیده. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و ساب فراموش نشه.